آیا جومونگ قدرتمندتر بود یا نوه نامدارش موهیول؟ شما چی فکر میکنید؟ تو این ویدیو میخوایم به بررسی عملکرد این دو تا امپراتور پرقدرت کره بپردازیم. اول فتوحات و کشورگشایی‌ها و افتخارات جومونگ مؤسس سرزمین گوگوریو رو مورد بررسی قرار میدیم. امپراتور جومونگ بنیانگذار سرزمین گوگوریو در سال 37 پیش از میلاد متولد شد. مردم گوگوریو اونو به عنوان یک خداشاه پرستش میکردن و معتقد بودن که جومونگ یه انسان عادی نیست و مقام نیمه خدایی داره و لایق پرستیدن هست. اون زمان بین مردم شایع شده بود که جومونگ میتونه هر غیر ممکنی رو ممکن کنه و قدرت‌های ماورایی داره و حتی داخل کتاب‌های تاریخی کره نوشته شده که جومونگ تمام وقایع طبیعت رو تفسیر می‌کرده و قدرت پیشگویی و غیب‌گویی فوق‌العاده بالایی داشته که اونو از افراد عادی متمایز می‌کرده. جومونگ فرزند سوم امپراتور گوما و شاهزاده بویو بود که برای رسیدن به مقام ولیعهدی با دو برادرش یعنی تسو و یونگپو رقابت می‌کرد. این سه برادر بارها و بارها بر سر قدرت به جان هم سوء قصد کردند و همدیگر را مورد عنایت قرار دادند. سرانجام به خاطر حسادت برادرانش و تحقق آرزوی پدر واقعیش یعنی ژنرال هموسو که نجات پناهندگان چوسان قدیم بود بویو رو ترک کرد. وقتی جومونگ به رودخانه رسید از قبل برنامه‌ریزی فرار رو ریخته بود و برای خودش و یارانش قایق‌های آماده کرده بود. تسو به تعقیب جومونگ رفت ولی خب راه به جایی نبرد چون قایقی برای رفتن نمونده بود. اون موقع مردم بر این باور بودن که وقتی جومونگ هنگام فرار با اسبش به رودخانه خروشان رسید، لاک‌پشت‌ها و جانوران آبزی بر سطح آب اومدن و برای عبورش پلی ایجاد کردند. یعنی اون زمان مردم تا این حد نسبت به قدرت ماورایی جومونگ ایمان داشتن که حتی گمان می‌کردن که اون میتونه حیوانات رو هم تسخیر کنه. سرانجام جومونگ تونست همه موانع رو از سر راه برداره، همه دشمناش رو شکست بده و مردم ستمدیده چوسان قدیم رو دور هم جمع کنه و انتقام اونا رو بگیره و با کمک گروه تجاری یونتابال بانو سوسانا و مردم جولبون سرزمین گوگوریو رو بنیانگذاری کنه. جومونگ در طول عمر کوتاهش اقدامات مفید بسیار زیادی انجام داد و قلمرو امپراتوری خودش رو بسیار گسترده کرد و تا زمان مرگ دست از فتوحات و کشورگشایی بر نداشت. خب میریم سراغ نوه قدرتمند جومونگ یعنی موهیول که نقش هر دوی اینها رو هم داخل سریال افسانه جومونگ و سرزمین بادها سون گیلگوک بازی میکنه. موهیول فرزند سوم یوری بود که بعد از مرگ دو برادر بزرگترش در سن 11 سالگی ولیعهد سرزمین گوگوریو شد. بعد از 4 سال که یوری از دنیا رفت در سن 15 سالگی به تخت سلطنت نشست. موهیول سومین امپراتوری گوگوریو بود که به زودی گوگوریو رو به سمت یک دوره توسعه ارضی بزرگ تسخیر چندین کشور کوچک و امپراتوری قدرتمند دانگبویو سوق داد. اون از کودکی قوی، محکم، کاردان و دانا بود. و یه چیزی که موهیول رو نسبت به جومونگ برتری میده اینه که جومونگ در طول دوران سلطنتش هیچ وقت نتونست تسو رو شکست بده و سرزمین بویو رو تصرف بکنه. البته اینجا یه پرانتز باز بکنم که خیلی از مردم اون زمان بر این عقیده بودن که جومونگ خودش نمیخواد که سرزمین بویو رو نابود کنه. اما موهیول در سال 23 میلادی در جنگی بزرگ و عظیم که کشته‌های بسیار زیادی رو بر جا گذاشت با تسو مبارزه کرد و اونو شکست داد و به سلطنت چندین ساله تسو پایان داد و اونو به طرز فجیعی به قتل رسوند و سرزمین بویو رو تصرف کرد. در سال 28 میلادی امپراتوری هان یعنی همون چین امروزی به گوگوریو حمله میکنه که موهیول جلوی اونها ایستادگی میکنه و اونها رو شکست میده که این هم یکی از بزرگترین افتخارات دوران سلطنت موهیول محسوب میشه. ولیعهد موهیول شاهزاده هودونگ بود که حاصل ازدواج موهیول و بانو یئون بود. و نکته خیلی جالب ماجرا اینجاست که به گواه منابع تاریخی یوری پسر جومونگ مرد به شدت ترسو و بی‌کفایتی بود و در زمان سلطنت یوری گوگوریو به ضعیف‌ترین دوران خودش رسید و حتی اونقدر تضعیف شده بود که به شدت از تسو وحشت داشت و دائم برای اینکه با تسو وارد جنگ نشه به امپراتوری بویو باج میداد و یه جورایی هر چی جومونگ اعتبار و آبرو کسب کرده بود این یوری همه رو یه جا به چخ داد. اما موهیول که در اون زمان مردم اعتقاد داشتن که روح پدر بزرگش یعنی امپراتور جومونگ بزرگ در کالبد اون دمیده شده گوگوریو رو به دوران شکوه و عظمت خودش برگردوند. در مورد سریال افسانه جومونگ و سرزمین بادها یه نکته‌ای وجود داره که شاید خیلی‌ها نشنیده باشن و اون همین موضوعه که زوج هنری موهیول و یئون خیلی بیشتر از جومونگ و سوسانا مورد توجه اهالی هنر، منتقدین و جشنواره‌های خارجی و داخلی قرار می‌گیره و این زوج بابت بازی تو این سریال جوایز متعددی رو دریافت می‌کنن.
در صورتی که منتقدین اعتقاد داشتند که هنرپیشه سوسانو در قد و قواره نقش به این مهمی و سختی نبوده و باید بازیگر حرفه‌ای‌تری انتخاب می‌شده. به نظر شما هم همینطوره؟ میدونم که 90%تون از جمله خود من با این نظریه مخالفت میکنید، چون سوسانو تو کشور ما به شدت پرطرفداره. ولی چیزی که واضحه، سون گیلگوک بازیگر نقش جومونگ و موهیول از پس هر دو نقش به خوبی برآمده و درخشان ظاهر شده. این بازیگر برای این سریال تاریخی سختی‌های زیادی کشیده و مدت‌ها دوره‌های هنرهای رزمی، شمشیرزنی، سوارکاری و تیراندازی می‌دیده و این نشون میده وقتی سریالی تو کل دنیا تا این حد با اقبال عمومی مواجه میشه واقعا بی‌دلیل نیست. خب به نظرتون کدوم یکی از این دوتا امپراتور بزرگ بیشتر به سرزمین گوگوریو خدمت کرده؟ جومونگ افسانه‌ای و یا موهیول مقدس؟ اگه بخوایم واقع بینانه به این قضیه نگاه بکنیم، موهیول فتوحات بیشتری انجام داده، ارتش بسیار قوی و قدرتمندی داشته و به دوران شکست ناپذیری سرزمین هان و ظلم ستمی که اونا به واسطه قدرتشون نسبت به کشورهای همسایه اعمال می‌کردن پایان داده و در زمان موهیول گوگوریو به یک قدرت عجیب و غریب تو منطقه تبدیل شده بوده که شاید اگر این امپراتور بزرگ به این زودی از دنیا نمیرفت، سرنوشت گوگوریو یه جور دیگه‌ای رقم می‌خورد. ولی خب از طرفی جومونگ هم تونست همه قبایل رو با هم متحد کنه و ارتش بزرگ دامول رو احیا کرد و خیلی از قوانین درستی که تا 700 سال تو گوگوریو اجرا میشد به واسطه جومونگ پدید اومد. یه نکته خیلی قشنگی هم که بگم راجع به وجه اشتراک این دوتا امپراتور بزرگ، این که هر دو تا حد امکان از کشتار مردم اجتناب میکردن و اگر قبیله، روستا یا کشوری رو تصرف میکردن هرگز اون سرزمین رو غارت نمیکردن و مردمش رو به قتل نمیرسوندن و فقط سرزمین فتح شده رو به کشور گوگوریو اضافه می‌کردند و این دو امپراتور بنا به گواه تاریخ بسیار خوشنام و محبوب بودند. جومونگ، یوری و موهیول هر سه تا در یک مقبره قرار دارند که در شهر پیونگیانگ در کشور کره شمالی امروزی واقع شده و جزء بناهای بسیار قدیمی کشور کره محسوب میشه. و بازیگران مجموعه افسانه جومونگ طی یک سفر به کره شمالی از این بنای تاریخی دیدن کردند و سون گیلگوک در مصاحبه‌ای در مورد تجربه این سفر گفته که واسش خیلی حس عجیبی بوده و احساس می‌کرده که به مقبره خودش رفته و در واقع داره به روح خودش ادای احترام میکنه. خب تو این ویدیو سعی کردیم اقدامات و فتوحات جومونگ و موهیول رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم. نظر شما چیه؟ کدوم پادشاه مقتدرتر بود؟ جومونگ افسانه‌ای یا موهیول مقدس؟ امیدوارم که از این ویدیوی ما خوشتون اومده باشه. حال و احوالتون خوش و فعلا